جیمز لنینگر، پسر بچه‌ای اهل لوئیزیانای آمریکا، از سن 2 سالگی شروع به صحبت درباره زندگی گذشته‌اش به عنوان خلبان جنگ جهانی دوم کرد. او جزئیات دقیقی از نبردها، هواپیماها و حتی مرگ خود در جنگ را ارائه داد. ادعا می شود که جیمز لنینگر متولد 1998 خاطراتی از زندگی گذشته به عنوان خلبان جنگ جهانی دوم به نام جیمز هیوستون دارد. او از 2 سالگی کابوس‌های مکرر درباره سقوط هواپیما و فریادهای شبانه‌ای مانند ژاپنی‌ها مرا می‌زنند و یا من در آتش می‌سوزم داشت. او جزئیات دقیقی از ناو ناتوما، مدل هواپیما و حتی اشکالات فنی موتور آن را بیان می‌کرد. در 3 سالگی با دیدن عکسی از ایووجیما گفت: اینجا همان جایی بود که من مردم. دکتر جیم تاکر گفت جیمز اسامی 4 نفر از خدمه ناتوما را بدون هیچ منبعی به خاطر آورد. جک لارسن نیز پس از ملاقات با جیمز کوچک گفت او چیزهایی درباره من می‌داند که فقط جیمز هیوستون می‌دانست. خواهر هیوستون نیز تحت تأثیر او قرار گرفته بود و گفت این کودک حرکات و حالات برادرم را تقلید می‌کند. او در صحبت‌هایش نکات کلیدی داشت که تایید شدند. او نام هواپیمای خود را ناتیلوس می‌دانست، در حالی که خانواده‌اش هیچ اطلاعی از جنگ جهانی دوم نداشتند. درباره این داستان مرموز، کتاب سول سروایور نوشته بروس و آندریا لنینگر که والدین جیمز هستند به طور رسمی منتشر شده است. این مورد تناسخ توسط دکتر جیم تاکر، روانپزشک دانشگاه ویرجینیا بررسی شد و در آرشیو تحقیقات Cases of Reincarnation ثبت شده است. خانواده جیمز ابتدا شک داشتند، اما پس از تحقیقات به صحت ادعاهای او پی بردند. آیا شما نیز به تناسخ باور دارید؟